دوستای عزیزم سلام. بریم با هم طرز تهیه این فینگر فودای خیلی خوشمزه رو ببینیم. برای درست کردن این جیب تاجرها ابتدا دور تا دور نون تست هامون رو میبریم. 2 تا نون تست رو روی همدیگه قرار میدیم و با وردن کاملا صاف میکنیم تا 2 تا نون کاملا به هم بچسبن. بعد با یک کاتر گرد نونها رو قالب میزنیم، اضافه های اون رو جدا میکنیم، با کمی آب دور تا دور نون رو مرطوب میکنیم و به هم میچسبونیم تا موقع سرخ کردن از هم باز نشن. تخم مرغ ها رو با کمی شیر و کمی نمک و فلفل مخلوط میکنیم و خوب هم میزنیم. نونها رو اول داخل مخلوط شیر و تخم مرغ و بعد داخل پودر سوخاری میغلطونیم. این کار رو حتما 2 مرتبه انجام